وقتی که مهلت او بود سید یک دقیقه هم پیش نمیاد و یک دقیقه هم پس نمیماند. این فرزند در غربت بدون نشانه بنده مسلمان اگر ره بگرده در پاش خار بزنه صبر کنه ثواب میگیرد، اگر نعل موزش بکنه ره در ثواب میگیرد. این دیگر گوشا در غربت که جناب رسول الله صلی الله تعالی علیه و آله و صحبه و سلم در حدیث دربارشان گفتند و من موت غریبا موت شهیدند، که کسی در غربت بنده که نه شهید نشود با آسیب رسیده است. البته برادران یگان چاره نیست غیر از صبر، غیر از شکر. دیگر در ما و شما یگان دلیل دیگر حجت ندارد که شکر کنیم برادران که در جنازه این جوان مرد چقدر شاهدها جمع شده‌اند، چقدر گواهها برای نشانه بندگی است. و امتی حضرت محمد الاجل واحد المقتول میت باجله. مهلت یک است، کشته شدن به مهلت شنید. البته در زمینه این فرزند دو حق است، حق الله و حق العبد. حق الله را به ذات معبودی بر حق خودش حواله میکنیم که بسیار غفور و رحیم مهربان است. برادران جوان است، حق العبد تا بندگان نباشند خداوند نمی‌رسد. امید داریم که این جوان مرد با یار و دوست و جورهای دارن یگان تش از این خفگی هم ندارند. اگر یگان سهو و خطای شده باشد بخشیدین چون یگان برادری که اگر به حجت بیاید و در این یعنی در ذمه این فرزند اگر به حجت بیاید انشاءالله همه خصوصا پدر مهربان و برادران و همه یار و دوستان دستا پیشی بر ادا میکنند. خداوند سفر فرزند در خاندانشان یک صبر جمیل عطا فرموده باشد. و سؤالهایی که حاضر مسئول می شود و من ربک کما دینک و من نبیک، خدای تو کیست، دینی تو چیست، پیغمبری تو کیست. الها به شرافت این ماهای معظم و مکرم که ماه رجب ماه خداوند است و ماه شعبان ماه حضرت محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه و آله و صحبه و سلم است، حب میشه که از قفای این ماه مبارک ماه رمضان که از امتان حضرت محمد مصطفی این شکرانه را باید ما بکنیم که به همین قدر پیغمبر گذاشته عنوان رمضان برای امت جناب به شرافت پیغمبری افریده. الها به زبان فرزند خداوند جاری گردانده باشد که من بنده خدای یکتا یگانه هستم و دین